5 ینوار سال 2023 ساعت 19:25 به وقت تاجیکستان در قلمرو این کشور یک زمین لرزه سنگین رخ داده است به نام اطلاع مرکزهای بین المللی زلزله نگاری. مرکز این آفت طبیعی در قلمرو ولایت بدخشان در 47 کیلومتری جنوب و غربی مرکز ولسوالی جایگیر شده. اقتدار زمین لرزه در مرکزش طبق جدول ریختر 5.9 بالر تشکیل داده است. بنا به ارزیابی این مرکز زلزله نگاری، زمین در عمق 193 کیلومتر چنین سخت لرزیده است. در همین حال کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان شام 5 ینوار با تکیه به معلومات پژوهشگاه گیولوژیا و سیسمولوژی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان ساعت 19:25 به وقت محلی در حدود جمهوری تاجیکستان ثبت شدن زمین لرزه در قلمرو افغانستان در 256 کیلومتری جنوب و شرق شهر دوشنبه جایگیر شدن مرکز این آفت را تصدیق کرد، ولی گفت قوه زلزله در مرکز آن 5 بال و در شهر دوشنبه 3 بال را تشکیل داد. کمیته حالتهای فوق‌العاده گفت بر اثر این زمین لرزه خسارات و تلفات جانی به قید گرفته نشده است. این در حالی است که ده‌ها نفر از ساکنان تاجیکستان شام 5 ینوار در شبکه‌های اجتماعی از خیلی سخت لرزیدن زمین در دوشنبه، ایسار، کولا، باختر و دیگر گوشه‌های جمهوری خبر دادند. تاجیکستان در یک منطقه زلزله‌خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبی ثبت می‌شوند. یادآور می‌شویم دوم ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت در شرق تاجیکستان 5 ساکن نوعه تاجیک‌آباد اکثرا کودکان به هلاکت رسیده. در این نوعه و نوعه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.